میدونستید همسر امام حسین یک شاهزاده ایرانی بوده؟ حتما تا آخر گوش کن، بعد اگه خواستی به اشتراک بذار. میگن اسم شهربانو بوده، دختر یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی. گفته میشه وقتی اعراب به ایران حمله کردن، شهربانو اسیر شد و امام علی اون و دو خواهر دیگرش رو آزاد کرد و شهربانو رو به عقد امام حسین در آورد و حاصل این ازدواج هم امام سجاد بود. اما یا این روایت واقعیه؟ بیاید یه نگاهی به تاریخ بندازیم. یزدگرد سوم در سال 632 میلادی به سلطنت رسید، اما اون زمان فقط یه بچه حدوداً بین 8 تا 11 ساله بود. چند سال بعد پایتخت ایران سقوط کرد و در اون زمان یزدگرد نهایتاً 15 یا 16 ساله بود. پس آیا یه شاه 16 ساله میتونه دختری در سن ازدواج داشته باشه؟ از طرفی مورخان معتقدن یزدگرد و خانواده‌اش هرگز اسیر نشدن و بعد از شکست به سمت شرق ایران فرار کردند. حالا بازم به اون داستان اعتقاد دارید؟ نظرتون رو توی کامنت ها بگید. اگه به دنبال تاریخ واقعی بدون افسانه هستی، پیج تاریخ نیوز رو فالو کنید.